سلام. چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ منم خوبم، خیلی خوشحالم که الان اینجایی. پری اگه اون یارو بفهمه ما چی کار کنیم؟ خب البته که نمیذاریم متوجه بشه، به خاطر همین قایم شدیم. ببین منم خیلی دوست دارم اون سگه بیاد بیرون، اما ما نمیتونیم کاری کنیم که. پس اگه میخوای برو، اگه میخوای بمونی حرفای منو باید انجام بدی. البته که نمیرم، چی فکر کردی؟ خیلی خوب، پس گوش کن. تو کشی که یارو رو میدی، منم سگ رو میگیرم و میام. اگه تو این مدت یارو بیاد سوت میزنی و منو مطلع میکنی، باشه؟ اگه اون یارو بیاد بیرون چیکار کنیم؟ خب اون موقع فرار میکنی. یعنی اصلا نمیترسی؟ البته که میترسم، اما اگه به خاطر ترسم منصرف بشم، من میدونم که هیچ وقت خودمو نمیبخشم. جون چطور شده؟ خوبه، اما چرا انقدر دوره و اینجا چیه؟ سرمایه گذاری. فکر کن سرمایه گذاریه. آره قشنگه، دلبازه. اما مطمئنم برای مشورت در مورد سرمایه گذاریات منو دعوت نکردی. چون یه سرمایه گذاریه که آینده‌مون رو تحت تاثیر قرار میده، خواستم نظر تو رو هم بدونم. آینده‌مون؟ نفهمیدم. باشه پس هالوک چی کار داری میکنی؟ صبر کن یه دقیقه وایسا. کاری که باید از اول میکردم و الان دارم میکنم. خیلی ازت معذرت میخوام، 1000 بار معذرت میخوام ازت. اشتباه منه، من مقصرم. هالوک دستت میسوزه. هیچ ارزشی نداشت. از اولش هم حق با تو بود. ما باید یه دنیای متعلق به خودمون داشته باشیم، یه خونه. اینجا این خونه؟ خوشت نیومد؟ جای دیگه هم میشه. هر جا که بخوای میتونیم بریم. من همه چی رو میندازم دور. هر جایی که بخوای میتونی گل بذاری، همه جا. تو نمیتونی از خونه‌ای که سالها توش زندگی کردی دل بکنی. اصلا برام مهم نیست، ولش کن، برام اهمیتی نداره. میخوام از نو شروع کنم. بله یا نه؟ تو بهم جواب بده. آره؟ چی بگم؟ زندگی منو زیر و رو کردی دیوونه. این یعنی بله؟ فقط اگه این خونه رو به یه باغچه گلگیه تبدیل کردم پشیمون نشیام. نازلی تو اینجا بمون. باشه. ساواش برای همه چی خیلی دیره. این کارو نکن پسرم. چی رو؟ چی کار نکنم؟ با چشمای خودم دیدم. من کجا؟ اصلا دیگه اینو نگو. چطوری میتونی انقدر مطمئن باشی ساواش؟ دایی هالوک فیلمو برام گذاشت. کدوم فیلم؟ تو هم خودت خبر داری. بله دارم. به من نگفتیم برای دفاع کردن از منی. ماما من نمیتونم با این وضع زندگی کنم. ساواش خوب گوش کن ببین چی میگم. تو اون دختر رو نکشتی ساواش. اینو تو سرت فرو کن. هنوزم برای دفاع از من داری به هم دروغ میگی. ماما تموم نخیر تموم نشده. ساواش چیزایی هست که تو نمیدونی. چی میگی تو؟
تا امروز چون نیازی ندیدم که بدونی ازت مخفی کردم ساواش. اینم به خاطر تو و اطرافیان ملیسا بود عزیزم. اما حالا که جریان به این نقطه رسیده دیگه همه چی رو میفهمی. پس از من مخفی کردی؟ باشه همین حالا بگو، اینجا سری بگو چیو من مخفی کردی، چیو؟ قابل گفتن نیست. میای خونه و با چشمای خودت میبینی. ساواش مرتوغلو. ساواش لطفا حرف مادرتو گوش کن. برگرد لطفا. منو تنها بذاریم. خیلی خوب ساواش، الان تو رو تنها میذارم. هر وقت احساس کردی آمادگیشو داری میای خونه و با واقعیت ها روبرو میشی عزیزم. بعدش اگر قانع نشدی فردا بیا تسلیم شو. بریم. ساواش لطفا خواهش میکنم. رنا خانم، ساواش برمیگرده؟ خودش باید تصمیم بگیره. ممنونم. پسر یارو رو ببین مثل کنه چسبیده به سلین. ببین اون فقط میخواد تو رو تحریک کنه، گول نخوری. ما داریم میریم، اینجا خیلی خفه است. خوب بود که. خوش باشید بچه ها. با تو هم هستیم احمق روانی. دیوونه است به خدا. آره میدونم خیلی خوبه. این یارو پسر جریان منو سلین رو نمیدونه؟ غیر ممکنه. این همه حرف و حدیث پیش اومده. پسر اینطوری مثل این که توی قلب درن سوزن فرو میکنن. تو به ما حسودی میکنی؟ تو هرست گرفته پسر، نباید به این زودیت جا بزنی. سلین هم با بقیه دختره هیچ فرقی نداره، حواست باشه. این دیگه داره با اعصاب من بازی میکنه. نظر چیه؟ بریم بالا؟ نه بالا چی کار داری؟ خب با تو از اینجا میزنی به چاک. برو دیگه. ببین میشه به من دست نزنی دوست عزیزم؟ قیافه گرفتنت دوست دارم. من قیافه نگرفتم، بهت که گفتم نمیتونی اونطوری که میخوای با من رابطه بسازی. یعنی برای دیدن من نیومدی اینجا نه؟ نه، داشتم دوست جدید پیدا میکردم. یه خورده صحبت کنیم بعد برو. ببین امره، اون روز حرفامو بهت زدم. من از اون دخترایی که با دهن باز نگات میکنن نیستم. یا با همی یا با هم نیستی. هر کس به زندگی خودش میرسه. به چی نگاه میکنی؟ نمیخوام این لحظه رو خراب کنم. نمیخوام احساساتم رو تباه کنم. چی اون احساست؟ بگو منم بدونم.